سلام. امروز میخوایم در مورد علائمی صحبت بکنیم که میتونه نشان دهنده مشکلات قلبی و گرفتگی قلب و عروق باشه. این علائم در واقع دسته‌بندی اولیه‌اش به این صورت هست که شما میتونید در حین فعالیت دچار تنگی نفس یا درد توی ناحیه قفسه سینه باشین که این درد در واقع درد فشارنده هست و بیمار معمولاً توضیح میده که انگار که یک وزنه سنگینی روی قفسه سینه‌اش احساس میکرده، یا اینکه تنگی نفسی که در حال فعالیت ایجاد میشه و باعث میشه که بیمار مجبور بشه توقف کنه، نفس تازه کنه و یا حالا ادامه بده به روند کارش یا حرکتش، یا اینکه براش امکان پذیر نباشه که بتونه ادامه فعالیتش رو بده. از طرف یه سری علائم دیگه هست که معمولاً ما کمتر توی جامعه بهش دقت میکنیم، مثل حالت تهوع، استفراغ‌های ناگهانی، سردرد، سرگیجه‌های بدون دلیل یا درد در ناحیه‌هایی که خیلی ناحیه‌های روتینی نیست، مثل درد توی ناحیه فک یا بالای دیافراگم، زیر معده، که این دوتا بیشتر در خانم‌ها شایع هست و اگر که درد به این صورت احساس کردین و 3-4 دقیقه ادامه داشت، حتما به فکر این بیفتین که بررسی بشین، حداقل با یه نوار قلب یا تماس با اورژانس، به خصوص اگر دارای ریسک فاکتورهایی مثل مصرف دخانیات یا دیابت و یا بالا بودن چربی و فشار خون هستید.